سلام همه، حال شما چطوره؟ من امید اسماعیلی هستم از بامبلبی. برای اینکه بتونید یه طرح فوتو مونتاژ خوب درست بکنید، کافیه که ابزار سلکت از این گوشه انتخاب بکنید و روی این دست و هدیه کلیک بکنید. حالا از قسمت سلکت گزینه سلکت اند ماسک رو انتخاب بکنید. با استفاده از گزینه دوم از سمت چپ میتونید قسمت توریش رو هم روش بکشید و به حالت انتخاب در بیارید. حالا فقط کافیه که کلیدهای ترکیبی کنترل و جی رو بزنید. حالا میریم سراغ کاغذمون. با استفاده از کلیدهای ترکیبی کنترل و تی سایزش و جاش رو درست میکنیم. تصویر دست و هدیه‌مون رو میگیریم و میکشیم، میندازیم داخل این یکی تصویرمون. با استفاده از کلیدهای کنترل و تی جاش و سایزش رو درست میکنیم. همونجور که میبینید قسمتی از دست اینجا نیافتاده. واسه اینکه بتونیم دست درست بکنیم، روی لایه دست و هدیه کنترل رو نگه می‌داریم و دکمه سمت چپ موس رو میزنیم. از قسمت سمت چپ ابزار پلیگانال لاسو رو انتخاب میکنیم و در امتداد دست به این صورت به حالت انتخاب در میاریم. حالا فقط کافیه که با استفاده از ابزار کلون استمپ از این قسمت گوشه آلت رو نگه داریم، نمونه برداری بکنیم و بکشیم. اگه جایی هم دیدید که خیلی خوب نشد، میتونید با ابزارهای ریتاچ این چسب زخمه اینجا رو اصلاح بکنید. خیلی خوب. حالا این کارایی که میگم با دقت انجام بدید. لایه دست رو خاموش بکنید، لایه زیری که زمین است رو انتخاب بکنید و با استفاده از ابزار سلکت اون قسمت وسطش رو انتخاب میکنید. حالا فقط کافیه که دکمه سمت راست موس رو وسط صفحه بزنید و سلکت اینورس رو انتخاب بکنید. خیلی خوب. با پاک کن میتونید قسمت اضافی دست رو پاک بکنید. از این قسمت سمت راست پایین یه دونه کپی از لایه دست و هدیه‌مون میگیریم، اسمشو میذاریم شادو و میتونیم با استفاده از FX ها و کالر اوورلی رنگش رو رنگ این سایه این قسمت انتخاب بکنید و گزینه اوکی رو بزنیم. حالا فقط کافیه که از قسمت فیلترها بلر گاشین بلر رو انتخاب بکنید. با یه مقدار 23.5 فکر میکنم اوکی باشه. میتونید با ابزار ارو یا بالا پایین چپ راست یه مقدار جای سایه‌تون رو درست بکنید و با استفاده از یه دونه پاک کن قسمت اضافیش رو پاک بکنید. خیلی خوب. حالا این قسمت بالا هم میتونید یه نوشته مثلا هدیه بنویسید، سایز و استایلش رو از این بالا درست بکنید و از این قسمت پایین گزینه شادو میتونید یه سایه براش انتخاب بکنید. به همین راحتی سیوش کنید که بازم بتونید ببینید. لایک و کامنت یادتون نره بفرستید برای دوستاتون که اونو هم ببینن و استفاده کنن. مرسی.